نه عزیزم، من و خیلی از هنرمندان این کشور، ما از سیاست هیچی حالمون نمیشه. ما هیچی نمیفهمیم از سیاست. نه والا. حالا یه موجی بود ما سوارش شدیم، موج بود دیگه، بود اتفاق بدی نیفتاد، سوارش شدیم به اون روباه مکار. حالا یه رأی هم ما دادیم، ما رأی دادیم، نمیفهمیدیم داشتیم چی کار میکردیم. آخه ببینی عزیزان، ملت نمک نشناس، بیشتر ما هنرمندان مثلا من و سحر و خیلی های دیگه زیر دیپلمیم. برای بچه فکر کردین هاروارد درس خوندیم؟ نه دیگه، ما زیر دیپلمیم، هیچی حالیمون نیست. اگر رأی ندیم خب از نون میافتیم و بعد بریم سیغه اون بشیم. تازه اول باید سیغه اونم بشیم تا تازه یه نقشی بگیریم. نقشای جوری دیگر رو باید بازی کنیم تا نقش مثلا اونجوری بیاد. آره، اونایی که هنرمندن مثل من میفهمن که من چی میگم. آره عزیزان، ببینید ما افسارمون دست خودمون که نیست، یکی دیگه هی میکشه این افسار رو، میگه این وری برو اون وری برو. آره دیگه اینجوریه. نه دیگه اون روی آدم رو بالا میارین دیگه، ملت نمک نشناس. بعدشم این واکنش جدیدی که شما در اینستاگرام و توییتر و اینجور چیزا میبینین، اینا دستور از بالا اومده. میگن که دستور اومد از خود روبا. آره، خود روبا گفت میرین بدو برو توییتر بنویسین که این تحریم ها باعث کمبود دارو برای بیماران در ایران میشود. خب ما هم رفتیم همه نوشتیم دیگه، مگه ما جرأت داریم ننویسیم از کار زندگی میافتیم دیگه. افطاری مجانی بهمون نمیدن، خونه و گردش و مسافرت اینا رو همه رو از دست میدیم. خودتون جای ما بذارید understanding داشته باشین دیگه. ما نمیتونیم ننویسیم، پس ما مجبوریم چیکار کنیم؟ این صفحه های 1 میلیون و 1.5 میلیونی که داریم که بیشترش هم بچه هستن، آدم های تحصیل کرده و ادالت که نمیان که ما رو تعقیب کنن و دنبال ما فالو کنن تو اینستاگرام. هم بچه ها هستن دیگه، مثلا مهدی کودکی و شیرخوره و اینجور چیزا که شیشهاشون هم دستشونه، اونا همه فالوورای ما هستن. آره. خب ما برای اونا نوشتیم که این تحریم ها باعث کمبود دارو در ایران می شود. آره دیگه. بعدش عزیزان، ما هنرمندان خب قسمت های ویژه‌ای داریم. یه هنرمندانی هستن که مثل چرنده هستن که اونا کارشون خب با ما فرق میکنه. اونا در رتبه های دیگه بالا هستن که انواع ماساژ ها و ماساژ های دستی و اینجور چیزا خب نقش بازی میکنن. آره چطونه؟ عجیب غریبی نیست؟ انجلینا جولی هم خب برای جورج بوش این کار کرده. بعد یه هنرپیشه‌های دیگه‌ای هم هستن، هنرمندان دیگری هم هستن که مثل آزاده جون هستن، در صدای دروغگویان و اینجور جوها کار میکنن و نقش دیگری بازی میکنن که مردم رو سرگرم نگه دارن. تازگی ها اصلا 2 خانم دارن همدیگر رو میبوسن، جا به این جاها کشیده. آره خب باید فالوور جمع کنن دیگه، باید بیننده داشته باشن دیگه. حالا یه خود لزبیان اکت که حالا دیگه کسی رو نکشته. شما برید نگاه کنین، مثلا 2 خانم هستن دارن سعی میکنن ماچو بوسهای اونجوری کنن، صدای دروغگویان داره اونا رو همه رو الان فری سوسایتی. آره دیگه، کالچرمون داره عوض میشه. آره. و یه هنرمندانی هم هستن مثل سحر جون، مثلا مرد که زیاد ببینن مثلا منقلب میشن، اما خب سیغه 1 ساعته و 2 ساعته و نیم ماه و 1 ماه اینا نو پرابلمه دیگه. اونا فرق میکنه اون سیغه ها. خودت میفهمین دیگه چی میگم؟ نه خدا کنه که بفهمیم، من میگه واضح تر از این که نمیتونم براتون بگم. و یه هنرپیشه‌ای هم هنرمندانی هم هستن که مثل منن دیگه، هیچ مثل گاو از سیاست هیچی حالیمون نیست، اصلا هیچی حالیمون نیست، هیچی حالیمون نیست.
آریا میدونی گفتم افسارمونو میگیرن این ور اونور میکشن، میگین این وری برو اون وری برو، راست برو چپ برو، ما میریم. این نقشه دیگه، نقشه مگه فرق میکنم؟ نقش بازی میکنم دیگه براتون. حالا شما به دل نگیرید. آره عزیزان، حالا ما یه سینه دریدیم، یه یقه گشادیم، میخوام براتون بکشم. آره بیاین. زنده باد شاهزاده رضا پهلوی، امید ایران. آره دیگه. از سیاست هیچی سرم نمیشه، ولی من هم اون زمان با موجی که پیش اومده بود همراه شدم. من آدم سیاسی نیستم، از سیاست هیچی سرم نمیشه.